وقتی ره میگردن همین دنبای کون زن هم خیلی میجمه و چی فایده داره و سطرسی. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه زمانی میشود که امتای من میگه لباسی به بر میکنن، میگه که او لباس میگه جواب دهنده سطر نیست. شاید همین زمانی ما میگفت کرتا دارم انمی پلات یا حوزی موده شدگی همه در حساب کرتا داخل میکنن. من فکر میکنم او کرتا نیست، او لباس نیست. لباسی که زینت میشه، لباسی که عضو بدن زن معلوم میکنه، او لباس نیست. زن لباس میپوشه که پشت بر او پنهان باشه. زن لباس میپوشه که عضو بدن او پنهان باشه. چگونه او لباس بوده؟ سینه او بر علا معلومه، دنبای او بر علا معلومه، اشکم زن که 2 تا 3 تا تولد کرد سس میشه میجنبه بر علا معلومه. چی او لباس باشه چی نه. حضرت فاطمه رضی الله عنها در تابستان تا 60 گرادوس عربستان گرم بود. او حضرت بجوز شوهرش و پدرش را کسی دیدگی نبود، اما در همین گرمی ها بجوز چادری پوشیدش کرتای مخملین میپوشید. 60 گرادوس گرمی ده او را کسی نمیدید در درون خانه کرتای بخمل میپوشید. ما یا پپلین تونکه میکنیم با او را چیکار کردیم؟ پلاتیا کردیم، ای 2 پره دامن چوک کردیم. او چی فایده داره برای زن؟ چی پوشیدن همون لباس باشه یا نه؟ این گونه زنهای من فکر میکنم مسلمان گفتن زبان انسان نمیگرده، اونا تاجیکن. اگر حاضی هوایی دروشان گوی که تو مسلمان نیستی باور که میزنه میکشته، نه که خودش بخبره که ایره شریعت تماما دور شده گه. او سطر که دسترش او سطر هرگیز نیسته. سطر برای پوشانیدن زینت گردن تا، برای پوشیدن یعنی فرض‌هایی که الله در قرآنش گفت. او چگونه سطره که تو هم خیلی مخکم کردی گرد گردن تاو دادی، گردن باریکت معلومه. یا شرف هم میگیری میپوشانی، شرف همه جا تفته است گردنات چگونه گوشپار داری معلومه. و سطره و سطر نیست و تماما در سطر داخل هم نمیشه. میگه که برای بدنی که تو او را سایبان باید کنی، سایبانت حجابه. این هرگز مال عرب و ایران نیست. خوش به حال عرب و ایران که چندین سالها ادما و شما پیشتر اسلام درد یافتن و پوشاندن زناشان خداشونه. امروز وقتی ما میپوشانیم میگن که مال عربه. این هرگز مال عرب نیست. این پوشانیدن حجاب یعنی سایه بدن زنه تا اینکه لرزش همون دنبش و سینه‌ش و دیگرش مرد نامحرم تماشا نکنه. با حسن خواهرای حجاب میپوشن همچنان تنگه بمانند همون کرته‌های گفتگی. اما خواهرها مادرها آن چیزی که شنیده هر جایی که میبینه این گونه زنهای قرضه در گردن ما و شما رسانیدن، خواه او خواهر مونه، خواه او فرزند مونه، خواه همسایه، خواه کلینی همسایه، خواه دختری خودمونه، باید که ما رسانیم. میگه بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال در قرآنش یا ایها الذین قوا انفسکم و اهلکم نارا، ای آنانی که میگه ایمان آوردید خود و خانواده‌تان را از آتش جهنم برهانید. رهانیدن آتش جهنم همینه. هر چیزی که ما شنیدیم امروز پوشیدن حجاب و سطر فرضه باید ما به دیگران برسونیم. امروز گفتیم حکم شوهر واجب حرمت شوهر امروز باید به دیگران برسونیم. امروز یک مرد ما زن میگیره 10 زن دیگه این زنها وسوسه میکنن. اما حال آنکه الله خود در قرآنش میگه زن بگیره 2 تا 3 تا 4 تا. زمانی میشود که به سر هر مرد 50 زن وای میشود تغری میبیاید. در او زمان خدا گوید که ما و شما خداوند در او زمان خلق نکرد، چیکار میکردیم؟ او خوبی و او خوشی که از جانب شوهر به ما میرسه برای که ما تنها میخواهیم هوای ایمو باشه. زنهایی هستن که کلانسال شدن در 40-50 در 30 رفتگیان شوهر ندارن و او هم میخواهن همین گونه خوبیای از جانب مردها به اونون رسه و او هم میخواهن شوهر داشته باشن و او هم میخواهن که مهربانی فهمن چیه. او چیزی که برای خود تنها دوست داشتی او لایق که نمیشه در روز قیامت. وقتی که ما پیرو حبیب الله باشیم، آنی که از پیامبر ما از جانب الله مونده باید ما او را حرمت کنیم و الحمدلله عمل کنیم. با قدر میفهمیدگی هر جایی که کتاب ها برآمده گیره خونه که خداوند خود در قرآن میگه که زن گیره 2 تا 3 تا 4 تا. اما باید همین شوهرایم فهمن که عدل کرده تونن در بین همین 2 زنها.
امروز زنا میگه خدمتساز خورنده پشنده نمیتونه، چگونه زن گیرد؟ حضرت یعقوب چی داشت؟ زناش فقط لولکاو میخوردن یا کرتای رنگ برنگه میپوشیدن یا خونه‌های کتیج داشتن؟ نه، 4 خانه خاصی بود. الحمدلله در تلویزیون برآوردن تماشا کردیم. خانه‌های زناش دید چگونه بود، اما الحمدلله داشت 4 زن. دیگر امت‌های پیشینه همین گونه همین رفتار داشتن. امروز نفس دنیا ما یک غلبه کرده. کم بغلترین شخص خانه است، در مهمان شد دسترخوانش الحمدلله پره. این بهترین نعمت خداوند ما را در هم خیلی زمان خلق کرد. همه نعمت برامون ارزانی داد. کجا بود اون معرکه‌های به همه یوشیم؟ وقتی ما کودک بودم هم خیلی معرکه‌ها نبود. فقط مشکل کشا بی سه شنبگی میگفتن 2 غزل میخوندن به هوای تمام، یا افسانه بابای خورکش تمام. حاضی الحمدلله خوش به حال یاشای حاضره. هر کجا میشنن معرکه امر معروف نهی منکر. در خاندان شیشت دیسک میمانی به حضر گوش کردستی. امروز عالم رئیس جمهور اجازت نمیده در منبرش نه دعوت کنه دیسکاش مرحمت گیر در خانه چین گوش کن. همین قبر اومده چنقی که خواهی الحمدلله هست. در کدام باره میخواهی گیر دیسکمون گوش کن، کدام عالمی میخواهی گیر مرحمت گوش کن. این نعمت بهترینه خواهران. زمانی ما مایده بودیم، پدر ما ملا بود، دروازه قلف میکردن و ترابیح میخوندن. چقدر عذابا بود. ما مکتب میرفتیم، پیاله ها در دستشون روزای ما میخوندن. من الحمدلله تولدم 71 که به همه عمر یوشیمون من همه روزا دیدگیم. با ما دخترای ملا گفته همه خیلی هر روز باید ما دوسته میبرامدیم جواب میدادیم که این ملا دخترش سخت میقفه چی میگه اوتا؟ میگه الحمدلله خوش به حال یوشای حاضره. الله میگه دوست میدارم بنده توبه کننده آنی که فهمید و توبه کرد من انشالله بخشنده و مهربانم. اما وای بر حال انسانی که فهمید و عمل نکرد باز هم دوام داد. میگه در روز قیامت در یک کتاب خوانده وقتی که یک زن و یک شوهر دنیا میگذرن، زن در دنیا همچنان مهربان بود، همیشه حرمت و عزت شوهر میدانست میداشت. میگه هرگز میگه به سیاهی چشم و قاشش سیاهی نمیدوان، هرگز به سفیدی روش میگه سفیدی نمیدوان. یعنی که زینت در دنیا زیاد نمیکرد و مانند زنای امروزه قاشچینی و سرخلوی و اینا نمیکرد. میگه به خاطر روزی آخرتش که با همه شوهرش یک جا باشه. و میگه وقتی از دنیا گذشت خبر به گوشش رسید که شوهر در جنت الفردوس، اما تو میگه در جنت پایانترش. بعدن میگه نزد الله عرض کرد، فرشتگان گفت بیروی به پروردگار گوه که من همون فلان زنی هستم که در دنیا حرمت شوهر واجب میدانستم. چگونه که الله فرمان داد؟ برای چی وعده الله بود که هر کسی که شوهر خود حرمت میکنه انشالله در آخرت به خاطر او حرمتش و به خاطر آنه که توی تماشاهای اینمی حافظی و یا میگه چمن کرد با شوهرش در روز قیامت میمونه انشالله. برای چی امروز من تنهایم، شوهرم در دیگر جا؟ و میگه وقتی این خبر به نزد الله میره، الله میگه درست میگه بنده من در حوض کوثر میگه شستشویش کنه نزد شوهرش بره. وقتی زن میگه شستشو میکنن میگه به مانند ماه شب 14 میگه همچنان زیبا میشه، همچنان روی اون نور پیدا میکنه. هرگاه میگه چرخ میزنه از نوری روی اون میگه جنت روشن میشه. و میگه وقتی که میگیرن میگه فرشته ها میگن حورهای و غیلمان ها میگه به سوی شوهرش میبرن. وقتی که میگه میبینه شوهرش در یک قصر، میگه همچنان او قصر زیبایی 70 دروازه داره، 70 منبر داره، میگه همچنان زیبایی که در او قصر میگه زن میگه حیران میشه. وقتی میدره میبینه که شوهرش شیشته گیردش بسیاری میگه همون و یا چیزای جنتی حورهای جنتی میگه در اطرافشان همچنان زیباین. میگه زن حیران میشه و خود به خبر که زینتی که الله به او داده حورهای جنتی در پیش او هیچ بده، همچنان زیبایی داده بود الله. و شوهر میگه اندرمان هوایا بود، بنا خواست میگه یکی چشمش افتید به این زن دنیا، میگه از جای برخست از منبر، میگه نگاه کرد، میگه حیران شد، گفت خداوندا این مخپری میگه این کی باشه، این دریجه چی کار میکرده باشه، اینم حور باشه؟ الله میگه نه، این زن دنیایی تیه. میگه پروردگارا زن من قدر زیبا نبود، یک زن بود که
سینه‌هاش آویزان شده بود، لب‌هاش سفید شده بود، قامتش میگه خم شده بود. میگه به خاطر تو، میگه به خاطر روز قیامت از ترس من، میگه او زینت زیاد نمیکرد.